این تیشرت باکسی رو دوخت بزنیم. تو پست قبل الگوش رو یاد گرفتیم، تو این پست قراره با هم دوختش بزنیم. قسمت پشت و جلو رو روبروی هم دیگه قرار میدم. قسمت سرشانه رو میدوزم، سردوز میزنم. دور تا دور یقه رو اندازه میگیرم. یک نوار از عرض پارچم به پهنای 5 سانتی متر و دور تا دور یقه منهای 4-5 سانت برش میزنم. نیم تا 7 میل اینا رو میذارم روی هم دیگه و دوخت میزنم. به این حالتی که میبینین از وسط تا میکنم نوارم رو. حالا برای اینکه این دو تا تکه نوار به هم دیگه فیکس بشن، میذارم زیر چرخ و لبه کارم رو دوخت میزنم. موقعی که دارم دوخت میزنم کارم رو توی دستم میکشم. ببینین کار رو به این صورت میکشیم. دو تا لبه رو روی هم دیگه قرار میدم، کارم رو میکشم و دوختم رو انجام میدم. ببینین کامل به این صورت باید کشیده بشه. بعد از اینکه این کار رو انجام دادم، حالا باید 4 سمت این نوارم رو مشخص بکنم. ببینین اون قسمت درز رو تو دستم نگه میدارم، روبروی درزم رو هر جایی که شد ببینین به این صورت چرت میزنم. حالا این چرتی که زدم رو روی درزم قرار میدم و 2 تا نقطه دیگر رو هم مشخص میکنم. همین سمت مشخص میکنم، هم سمت مقابل. حالا میریم سراغ بالاتنه. 2 تا قسمت سرشانه رو میذارم روی همدیگه و وسط قسمت جلو و پشت رو پیدا میکنم. ببینین به این حالتی که میبینین. حالا که تا اینجا اومدی پست رو لایک کن که به افراد بیشتری نشون داده بشه. تو پست قبل هم من اساس الگوی تیشرت باکسی رو بهت یاد دادم که هم برای کودک و هم بزرگسال میتونی ازش استفاده کنی. حالا وسط قسمت جلو و وسط قسمت پشت رو روبروی همدیگه قرار میدم و 2 تا نقطه دیگه که برام مشخص میشه رو توی 2 تا سمت کارم علامت میزنم. حتما این قسمت ها رو یه چرت کوچولو بزنید، یا با سوزن یا با صابون خیاطی مشخص کنید. ببینین کار رو به رو برمیگردونم. اون یقه قسمت درز رو روی وسط پشتم قرار میدم و حالا چرت هایی که روی یقه که آماده کردم مشخص کردم و چرت هایی که روی بالاتنه هست رو روبروی همدیگه قرار میدم و کامل با سوزن فیکسشون میکنم. حتما 4 تا تکه رو سوزن بزنی که کامل فیکس بشه. حالا میذارمش زیر چرخ. طوری میذارم زیر چرخ که این نوار یا این کشوافی که قراره به دور یقه دوخته بشه به سمت خودم باشه. ابتدای کار دوخت رفت و برگشتم و میزنم که فیکس بشه. حتما زاپاس دوخت رو که نیم سانت 1 سانت روی این قسمت مشخص کنید. اینجا زاپاس دوخت برامون خیلی مهمه که تو تمام قسمت ها یقه به یک اندازه باشه. حالا همینجوری که شروع میکنم به دوخت، جاهایی که کم داره با تکه زیری کاری ندارم، یقه رویم رو میکشم. ببینین این تکه نواری که آماده کردیم رو میکشم که اندازه یقه زیریم باشه و حتما حواستون باشه که 3 تا تکه نوارم دقیقاً مماس همدیگه باشن و دوختم رو تا انتها به همین صورت انجام میدم. ببینین کامل این قسمت رو چک میکنم. حتما چک کنید که قسمت پایین مماس همدیگه باشن. بعد از اینکه این قسمت رو چک کردیم و دوختمون رو انجام دادیم، حالا میذاریم روی بالشتک، درز رو میدیم به سمت بالاتنه و اینجا رو کامل اتو میزنیم. دور تا دور کار رو حتما باید اتو بزنیم. حالا میریم برای پاکدوزی یقه پشتمون. برای پاکدوزی به یه نوار به عرض 4.5 سانتی متر و طولش هم از این قسمت 1 سانتی متر میایم به سمت سرشانه جلو، 1 سانتی متر از اون برم سرشانه جلو. طول نوارمون به این اندازه میشه به علاوه 2 سانتی متر که این 2 سانتی متر ابتدای کار 1 سانت رو تا میکنم، بعد نوارم رو از وسط تا میزنم. حالا همون جوری که یقه رو وصل کردم به همون صورت فقط از سرشانه 1 سانت به سمت جلو میام و نوارم رو به این صورتی که میبینین فیکسش میکنم. به هیچ عنوان این نوارمون رو نمیکشیم و همینجوری که داریم میبینیم به همین صورت اینو وصل میکنیم. به قسمت انتهای کار هم که رسیدم 1 سانتی متر از سرشانه میرم به سمت جلو و دقیقاً مثل تکه دیگه اون 1 سانت ابتدای یقه رو تا میکنم به سمت داخل. اینجا اگه اضافه داشت قیچی میکنید. 1 سانت رو تا میکنم به سمت داخل و به این صورت این قسمت رو هم فیکسش میکنم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم، حالا میبریم زیر چرخ و دقیقاً روی همین خط دوختی رو که مال یقه است، دوختی همون خط دوختم رو انجام میدم. میتونین 1 میل بیاین بالاتر و دوختتون رو
انجام بدیم. بعد از اینکه دوختم رو انجام دادم، حالا این قسمت خیلی کلفت شده. برای اینکه کلفتی این قسمت روی کارمون تاثیر نذاره، این قسمت یقه یا کشبافم رو سبک میکنم. با لایه زیری و لایه روی کاری ندارم، اینا رو میدم کنار و با یک قیچی نوکتیز این درزم رو به اندازه 2 میل سبک میکنم. یعنی اون تکه‌ای که به یقه وصل شده، حالا یک کشباف هست یا از خود یقه استفاده کردم، به این حالت کارم رو برمیگردونم و این قسمت لبه کار رو دوخت میزنم. چون پستی ببینین یه قسمت حالت برجستگی و یه قسمت فرو رفتگی هست و خالیه، من از یه تکه نوار برای این قسمت استفاده کردم که هم سطح هم دیگه بشن و دوخت این قسمت رو بتونم راحت تر انجام بدم. ببینین کامل تا انتهای این قسمت رو دوخت میزنیم. قسمت یقه جلو رو هم به اندازه 0.5 سانت میتونین دوخت رو کار بزنین، به این صورتی که میبینین. حالا برای آستین، بعد از اینکه یقه تموم شد، وسط قسمت آستین رو مشخص میکنم. این تاج قسمت آستین رو روی قسمت سرشانه روبروی همدیگه قرار میدم، با سوزن فیکسش میکنم. ببینین اینجا رو با سوزن فیکس میکنم. انتهای کارم رو هم به این صورت روی این قسمت آستین قرار میدم. کامل تمام قسمت ها رو با سوزن فیکس میکنم. این قسمت رو دوخت میزنم، سمت دیگر رو هم همینطور. بعد از اینکه دوختمون رو انجام دادیم، سردوز میزنین و حالا درزش رو میخوابونیم به سمت تنه اصلی و اتوکاریتون رو انجام میدیم. برای قسمت پایین و آستین هر اندازه‌ای که زاپاس گذاشتیم، من 2 سانت گذاشتم، از لبه کار 4 سانت اومدم داخل علامت زدم. حالا لبه کارم رو میبرم رون 4 سانت میذارم و کامل اتو میزنم، هم برای پایین هم برای آستین. حالا 2 تا قسمت درز زیر بغل رو روبروی همدیگه قرار میدم، با سوزن فیکسش میکنم و قسمت درز پهلوم رو دوخت میزنم. درز قسمت پهلوها رو که سردوز زدین میخوابه به سمت پنل پشت و اتوکاریتون رو انجام میدیم. برای پاکدوزی قسمت پایین و آستین هم کامل انتهای کار رو سردوز میزنیم و از همون خط تایی که افتاده تا میکنیم به سمت داخل و 1 دور یا 2 دور چرخ میکنیم و به این صورت کار ما آماده میشه. تو پیجم کلی آموزش های رایگان دارم که به دردت میخوره. دوست داشتی حتما فالو کن، این پستم سیو کن که گمش نکنی.